سلام. دانشمندی اومده بررسی کرده، دیده افراد بزرگ که دستاوردهای بزرگی دارن توی تصمیم گیری هاشون از ذهن برتر استفاده میکنن. ذهن برتر رو گفته ذهن افراد مختلف. مثلا یه نفر وقتی که میخواد تصمیم خوبی بگیره از ذهن 10 نفر کمک میگیره، 20 نفر کمک میگیره، پس میشه 20 تا ایده دیگه. درسته؟ این میشه ذهن برتر. اصلا یه سوال، کی میتونه زندگی بهتری داشته باشه؟ کسی که عقلش بهتر کار میکنه، شعورش بالاتره و تصمیمات بهتری میتونه بگیره. درسته؟ حالا ذهن کی از همه بهتر کار میکنه؟ عقل کی از همه بهتر کار میکنه؟ شعور کی بیشتره؟ کسی که همه چیز رو به وجود آورده، کسی که گذشته و آینده رو میدونه، خالق جهان هستی. پس اگه ما به این شعور آگاهی برسیم که در تمام تصمیم گیری ها از شعور خالق کمک بخوایم، نظر خالق رو بخوایم، چه اتفاقی میفته؟ آیا نتیجه اون تصمیم گیری و انجام اون کار در آینده چیزی به غیر از خیر و خوبی و برکته؟ چیزی به غیر از اتفاقات شگفت انگیزه؟ وقتی شناخت پیدا کنی و اعتماد کنی، اون موقع نتایج رو توی زندگیت میبینی دیگه. اما وقتی با تفکرات خودت، با ایده های کوچیکی که توی ذهنت داری، نه من فکر کنم همین درسته، همین کار رو انجام بدم، آقا نظر خالق چیز دیگه ایه، خدای مهربان کار دیگه ای رو میخواد که تو انجام بدی، کار درست رو انجام بده با نیت خیرخواهانه. بعد برو ببین چی میشه، تجربهش کن دیگه.